یه ذره درس تخصصی بخونیم. خب تا اینجا خب میشه کارگاهی. برم ذره کارگاهی تمرین کنم. خب کارگاهی باید برم سرسراغ کامپیوتر، برم سرسراغ لپتاپم. خب نه کد بزنم، ذره کد بزنم. پسر جانم چیکار داری میکنی؟ من درس میخونم. درس میخونی؟ درس خوندم یعنی با کامپیوتر بازی کردم؟ نه خب درس تخصصیه، یه بخش کارگاهی داره. خب باید کارگاهی رو تمرین کنم، باید با حتما با سیستم باشه. باش موافق باش. میگم درس رو بخون، چرا دیگه با لپتاپ بازی میکنی؟